دوستان عزیز، خدا نگهدار تو. اینا لیله و اینا الیه راجعون. راستش هر وقتی که یک خبر ناخوش به شما را میتیم راستش ممزیق میشم. برادری که خیلی ما پرتفتیم ماشین شباره کفتن ختم فهمیده، حتی در رادیو آزادی دادن شو. دو نفر تا مقصد سینه سال رفته، پدر و مادر گذشته شدن، سه کودک معیوب شدن، سه نفر دیگر هم همچنین در بلنسا در شهر چلیابینسک. خب باز یک خبری ناخوش دیگه برادر دیگر مونده بودیم. من ویدیو شو دارید میکنم. برادرم مقصد کشتیانش یا فلقش داختیان یا که نمیدونم در یک جنگل یافتیانش. متاسفانه بعضی محل میگه برادرو بگی وقتی که هر یک کاری میشوه ویدیو میکنی بعد میگیم یافتش از کجا یافتش. ما همه وقتا گفته نمیتونیم. یا خیرش در اوکراین پیدا میشه، یا خیرش در ترکیه پیدا میشه، یا خیرش ممبرای مقصد همه وقتا گفتن در کار نیست. بعد دیون باره که ما ویدیو میکنیم نسبت هم برادر میگیم مرد یا زنده یافتیمش، شرط هم نیست ویدیو صورت چبونه که این برادر مقصد نه خوب است. خوب در حقش داغو باشه که راستش خیلی از این برادر گذشته شده. راستش اوجه پسیده، حتی همون برادر نمیدونم چه قاطی و کشته شده بوده. خوب دوستان عزیز، یک بچه که یوشیدگرم میمونم راستش نومش فراموش کردم. مادرش برادر را گفت با ما پرتفتن. راستش در این ویدیوزی دیگه در یادم نیست که من تلفنی که ایوای بخونم. خلاصا نام فامیلا نامش میمونم، این بچه را صورتاش میمونم. خواهش میکنم به خاطر الله، به خاطر همین دادر، به خاطر مردمی مسلمانی خدمو همین ویدیو را پهن کنه تا که چی شوه همین بچه هم یافت. برادر عزیز، اکوها، دادر، مادر، شخصایی که میره یگان شهرها بعد پیدا میشه ویدیوتون میکنه اکو دلیل که من قهر کرده بودم، من از سر کرده بودم، من قطعی عروسم بودم، من زن داشتم. خلاص هم خیلی بعد بهانه ها بسیار میشوند. با پدر مادر تا زنگ بزنی خواهش میکنم. من بعدی یک ویدیو دیگه برای مادرها میمونم، برای کار، یعنی که برای مادرها ان شاء الله با پگا سحر یا پگا ابیتی ان شاء الله برای مادرها خدمت که کار اگر لازم باشه میتونید اوجا برای کار کنی. از برای الله مقصد که قسم میخورم من از یگان تایمی برای کار و پرسوم نگرفتم، این نمیگیرم، رکلامشون میکنم فی سبیل الله تمام. بغیر یک گرانیس ما دگاور داریم خطیه برادری که مقصد ما بهترین شخصه، نمیگم چی دگاوره، اما دیگرش من سوم نگرفتم هیچ کس. خدا همه ما رو برای راست هدایت کنه. التماس ویدیو را پهن کنه تا همین دو درک یافت شوه. برادرایی که گذشتن خداوند رحمت مغفرتش کنه، مادرم خدا رحمت مغفرت کنه. دوستان عزیز، همه وقت بیا یک مشیم سرجم شیم، هم دیگر یاردم کنیم. من مراجعت هم با بلاگرها میکنم، با برادرها میکنم، بس بدگیس خواهش میکنم بیا سرجم شیم، هم دیگر دستگیری کنیم. میبخشه که من ملت پرست نیستم، مخلصی همه آدمای ورزشکارام، حتی در حبیب اسلام در دیگران میبینی لایک میمونی وقتی میگه مادر گم شده یک برادر گم شده است. خواهش میکنم هم ویدیو را دستگیری کنیم. متاسفانه هم ویدیو را دستگیری نمیکنن، نمیدونم برای چی دیگه چی بگم نمیگم. به خدا زیقم. خداوند همه شما را نگهبان باشه، در حق ما دعا باشه. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسد روزی که ما را مرگ مهمان می شود، خانه ای آبادی ما آن روز ویران می شود. چون بگردد جان ما آن روز به فرمان خدا، در سری بالین ما آن روز فغان سر می شود. چون بگردد جان ما آن روز به فرمان خدا، در سری بالین ما آن روز فغان سر می شود. در سری بالین ما آن روز فغان سر می شود. الله الله یا الله، حق لا اله الا الله. الله الله یا الله، حق لا اله الا الله. صلی علی محمد سخی یا رسول الله. صلی علی محمد سخی یا رسول الله. ما خود را ندید
گزیدیم یا مصطفی محمد دینی تو برگزیدیم یا مصطفى محمد الله الله يا الله حق لا إله إلا الله صلي على محمد سخي يا رسول الله صلي على محمد سخي يا رسول الله در مکه شد مکانت بالای عرش نامد در مکه شد مکانت بالای عرش نامد حق میگوید سلامت یا مصطفی محمد حق میگوید سلامت یا مصطفی محمد فردا همین محمد نزدیکی محشر آید فردا همین محمد نزدیکی محشر آید محشر کند تماشا از جمال محمد محشر کند تماشا از جمال محمد الله الله يا الله حق لا إله إلا الله صل على محمد سخي يا رسول الله صل على محمد سخي يا رسول الله فردا همین محمد نزدیکی دوزخ آید فردا همین محمد نزدیکی دوزخ آید دوزخ شود گریزان از حیبت محمد دوزخ شود گریزان از حیبت محمد دوزخ شود گریزان از حیبت محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه